میدونی بدبختی چیه؟ بدبختی اینه که حتی شبا توی اتاق خودمم امنیت ندارم. تا چشمامو میبندم مغزم بیدار میشه و شروع میکنه به محاکمه کردنم که چند سالت شد؟ چرا انقدر عقب موندی؟ امروز وقتی مامان بابام نگام کردن دلم مچاله شد. من دارم تمام جوونیمو میذارم وسط، سگ دو میزنم، ولی تهش انگار دارم شرمنده ی آرزوی اونا هم میشم. ترسناکتر اینجاش اینه که میبینم کاری از دستم بر نمیاد. هر چقدر چنگ میزنم هیچی تغییر نمیکنه. رسما ناتوان شدم. وسط این زندگی قفل شدم. من بیرون دارم با دنیا میجنگم، اما شبا با خودم. من فقط خیلی خستم مامان. درود بر خانواده اسکالتا، امیدوارم که رو به راه باشید. برگشتم با یه ویدیوی دیگه از سری ویدیوی غم و قصه، سری ویدیویی که توش غمگین میشیم، قصه میشنویم، اما نقش قربانی قرار نیست به خودمون بگیریم و قرار نیست به دردها و رنجهامون اضافه بکنیم. صرفا قراره که نسبت بهشون آگاهی داشته باشیم و بدونیم که چی داره به همون میگذره و چقدرش درسته و چقدرش غلطه. ویدیویی که امروز انتخاب کردم خیلی موضوع سختیه و حرف زدن راجبش، حداقل برای خودم و کلا برای ماها، راجب غم حرف زدن خیلی کار سختیه و کلا سری ویدیو غم و قصه خیلی داستان داره برای خودش. اما اگه هنوز عضو خانواده اسکالتا نشدید، با کامنت گذاشتن، سابسکرایب کردن و عضو کانال تلگرام شدن میتونید به این کامیونیتی اضافه بشید. توضیحاتش رو دیگه قبلا دادم، نمیدم. اما نکته که وجود داره اینه که به نظر من 70% زندگی رو رنج تشکیل میده و 30% دیگه‌اش رو شادی‌ها و خوشی‌ها و در نهایت این 100% برای ما زندگی رو میسازه. در نتیجه 70% این ویدیو رو میخوام باهاتون همزاد پنداری بکنم راجع به رنج‌های مشترکی که داریم و دردهایی که میکشیم، ولی 30% دیگه میپردازم به اینکه چجوری اینها با هم دیگه زندگی رو تشکیل میدن و یک زندگی واقعی که هم داریم تجربهش میکنیم. تقریبا تا همین لحظه آخر نمیخواستم این ویدیو رو رکورد بکنم، چون برای خودم خیلی سخت بود به دوزی که حرف بزنی راجبش کرینج نشه و بیش از حد چسناله نباشی توش. اما خب لازم دیدم، چون دلیل اصلی که اصلا اومدم سراغ این موضوع دیدن همسن و سالهای خودمه، دهه 70 دهه 80 که داریم سخت کار میکنیم، سنگین درگیر زندگیم با هر چقدر سختی که داره، اما به خودت برمیگردی نگاه میکنی و یه خستگی عجیب غریبی رو نسبت به همه چیز احساس میکنی و دوز رنج هایی که داره به همون وارد میشه خیلی سنگین و عجیب غریبه و این شکلی هم نیست که الان راجبش حرف بزنیم درست بشه. قراره که دوباره برن و دوباره برگردن، اما همیشه هم صحبتی و همدلی راجب یک موضوع میتونه دردش رو برامون کمتر بکنه، با توجه به اینکه داریم تو ایران زندگی میکنیم و هزار تا چیز مختلف و اضافه دیگه از ساید جامعه داریم سمتمون که نمیذارن اصلا مثل آدم دور از جونتون زندگی بکنیم و درست پیش بریم. وسط حالات یه سری هستن که میپردازن به این که مثلا تو زندگی موفقی داری نداری، نمیدونم موفقیت اگه میخوای 5 صبح پاشو، نمیدونم روزی 30 تا شنا برو، شکرگزاری کن، فلان کن. که نه، من تجربهش نکردم. چیزی نیست که من الان بخوام بگم عجیب غریب اشتباهه، چیزی هم نیست که بخوام بگم که آره من تجربه کردم و جواب داده و تو هم امتحان کن. نه، من دارم راجع به جوانهای عادی صحبت میکنم. من دارم راجع به آدمایی که تو سوشال مدیا دارن خودشونو برند میکنن و زندگی میکنن صحبت نمیکنم. کسایی که از روتین زندگیشون مثلا ویدیو میسازن 7 صبح پا شده، نمیدونم 8 صبح فلان، 9 صبح جیم فلان. مرد حسابی من میرم سر کار، من اصلا 9 صبح نمیتونم جیمو ببینم، هیچ وقت نمیتونم تقریبا با توجه به روتینی که دارم جیمو ببینم. خیلی از ماها، خیلی از همسنای من الان که دیگه از اون دوران دبیرستان فاصله گرفتیم و دیگه مدرسه و اینا تموم شده و نمیدونم حتی دانشگاه و اینا هم دیگه وجود نداره، خیلی داره از اون سالا میگذره. این شکلیه که دیگه تو صبح از خواب بیدار میشی درگیر کاری تا شب میری تو آتیش و دیگه میای خونه و دیگه فقط خودت میمونی و سقف دیوارت. من واقعا سخت‌ترین تایمی که میگذروندم تایمی که سرباز بودم، نه تایم پادگان بود، برخلاف همونقدر فشاری که بهم وارد میشد. سرباز صفر بودم، یعنی سرباز دیپلمه بودم و سرباز خدمات محسوب میشدم، خیلی فشار بیشتری داشت. بعدش مستقیم از اونجا میرفتم سر کار و تو سر کار هم باز فشار خیلی زیاد بود و اون حجم مسئولیت‌ها، کارها، همینا، ولی هیچ کدوم از اینا باعث فروپاشی من و خستگی من و ناراحتی من نمیشدن. اوج تایمی که من آسیب میدیدم تایمی بود که با خودم تنها میموندم تو اسنپ تا برسم خونه و میرسیدم خونه و میرفتم رو تخت و به سقف نگاه میکردم و فرو میپاشیدم از هر نظر. و برای خیلی اون فکر میکنم این موضوع پیش میاد، تایمایی که
داریم هر چقدر هم که سخته تلاش میکنیم جلو میریم، ولی خب در نهایت فرو میپاشیم. بخش زیادیش که خب طبیعتاً جامعه است. جامعه تأثیری که روی ما داره، قیمتا، نمیدونم تو صبح بیدار میشی با یه خبر ناراحت کننده، قیمت دلار رو میبینی، قیمت طلا رو میبینی، نمیدونم انواع اقسام چیزای غیر ضروری و اضافی که میتونستن خیلی نرمال تر باشن، میتونستن خیلی عادی تر باشن و برای ما هم زندگی عادی تری بسازن. یعنی اینکه تو این همه ساله داری تلاش میکنی. من همیشه مثال خریدن PS4 هم میزنم. من اولین باری که رفتم سر کار توی 15 سالگیم بود و رفتم عاشق این بودم که کنسول گیم برای خودم بخرم، جدای از تمام نیازهای اولیه‌ای که داشتم، اما می‌خواستم اون کنسول رو بخرم. ماه اول ماهی قرار شد 500 تومن به من حقوق بدن و ماه اول PS4 1,200 بود. من میگفتم اوکی 3 ماه کار میکنم و این 1,200 رو جور میکنم. ماه دوم شد 2,300 و ماه سوم شد 4,200 و من هیچ وقت به اون PS4 نرسیدم، هنوزم که هنوزه. و این نمونه ساده است از اینکه تو چقدر کار میکنی، چقدر سعی میکنی تمرکز بذاری، جمع بکنی، پول در بیاری و کاری بکنی، ولی خب تهش چی نمیمونه. و حالا تو هی نسبت به اون کاری که داری میکنی، اگه کارت اینترنتیه که دیگه اصلا فبها، یعنی اینکه جنگ میشه، اینترنت ها رو قطع میکنن، یعنی اولین چیزی که همیشه قطع میشه اینترنته و تو تقریبا هیچ کاری نمیتونی به این شکل روش سرمایه گذاری بکنی و روش حساب باز بکنی و اینا همه فشارهایی که از سمت جامعه داره به سمتت میاد. اگر جامعه ما درست بود انقدر فشار مضاعف به ما وارد نمیشد که اصلا بی‌دلیلاً. در ادامه ما خانواده رو داریم و جاییه که تو بعد از یک روز سختی که گذروندی میای خونه یا تنها زندگی میکنی و وارد یک سری مکالمات با خانواده‌ات میشی، توی تماس‌ها یا توی مکالماتی که وجود داره و خیلی سخته. خانواده واقعا پیچیده است. یعنی خانواده واقعا می‌خواستم یه ویدیو جدا بسازم راجبش که حالا میسازم در ادامه، ولی این اون نگاهی که از سمت پدر مادرت میاد به سمتت که اصلا نمیدونن چقدر سختی کشیدی، چقدر داری درد تحمل میکنی، در برابر چیا تو داری اصلا مبارزه میکنی و خودتو داری زنده نگه میداری. تو داری میری کار میکنی، میری سر کار که بتونی در انتهای ماه دوباره بتونی ماه بعدش کار بکنی و خب اینا میدونی خیلی اذیت کننده است دیگه. و از اون طرف این شکلیه که مثلا خانواده اصلا نمیدونه تو تو چی کار میکنی، چه فشاری رو داری حمل میکنی، هنوز همون دید گذشته رو بهت دارن و تو متقابلا این دید رو داری که اگر خانواده حالا خوبی دارید به نسبت، این دید رو دارید که برگردونید به اون پدر و مادر این زحماتی که کشیدن، بتونید بهشون پول قرض بدید، مالی، عاطفی، از همه این نظرات. و نکته‌ای که داره اینه که جوان ایرانی از هیچ نظری نمیتونه چیزی رو برگردونه. یعنی خیلی عجیب غریبه. یعنی تو تقریبا چه سرمایه‌گذاری عاطفی که رود میشه رو نمیتونی برگردونی، چه سرمایه‌گذاری مالی که رود میشه. بعد از اون طرف عموما خانواده هامون خانواده‌های پولداری نیستن، خانواده‌ای نیستن که مثلا بگن تو برو 20 بار اشتباه کن، تو برو تا 30 سالگیت فقط مثلا کسب تجربه بکن فلان. هیچ کدوم با این دید نیستن و همشون انتظار دارن انگار نه تنها آرزوهاشون رو زندگی بکنی، بلکه در کل یک انسان معقولی باشی که وقتی جایی میشینن حرف بزنن بتونن پوز این رو بدن که ببین من اون چیزی که می‌خواستم از این در آوردم. ولی خب خیلی فاصله داره دیگه، خصوصا وقتی داری مسیر متفاوتی رو از دیدگاه خانواده‌ات طی می‌کنی. همه اینا خیلی بارش سنگین‌تره، همه اینا خیلی بارش سخت‌تره و هم تو رو شرمنده میکنه در برابر اونا، هم از اون طرف بیشتر اعصابت رو خورد میکنه. هم انگار یه باریان رو دوشت، یه باریان که ناخواسته وارد میشن بهت و یک جنگ اعصاب و روانیه با خانواده. اون تو این وضعیت عجیب غریب و هر چقدر که سنت میره بالاتر خانواده هی مهیبتر میشه، خانواده هی بزرگتر میشه مشکلاتش و خب این ما رو میبره واقعا از یک حدی به بعد به سمت پذیرش خانواده. یکی از چیزایی که من خیلی بدم میاد و تو جامعه ما الان داره خیلی عرف میشه و اصلا باعث افتخار آدم‌ها داره میشه که من اصلا با خانواده‌ام حال نمی‌کنم، خانواده من اصلا آدمای جالبی نیستن. آره خانواده‌های ما عموما شاید آدم‌های جالبی نباشه، شاید پدرت پدر ایدئال نبوده باشه، شاید مادرت مادر ایدئال نبوده باشه، اما پوینتش اینه که یک کانسپتی به اسم خانواده داره به تو آسیب میزنه. ولی ریاکشن تو چیه؟ میخوای تا ابد اگه همین 70% رنجی که داریم کشی رو اونم یه 10% یه 20% دیگه بکنی و بزنی رو سر و کله خودت و هیچ وقت باش کنار نیای؟ واقعا عجیب غریبه، واقعا ناراحت کننده است. یعنی تو باید واقعا بتونی تو همون کامیونیتی اوله به مرحله پذیرش برسی، احساس میکنم، و این خیلی میتونه حلال خیلی از مشکلات باشه. تا اینکه تو دیگه میدونی بابات فلان اخلاقای بدو داره، مامانت فلان آسیبا رو بهت میزنه، ولی میپذیریشون، بهشون آگاهی
میگیری و سعی میکنی که قبولشون بکنی همون جوری که هستن و باهاشون کنار بیای و تو هم بتونی به همون میزان که در توانته تو هم پسر خوبی باشی. و مهمتر از همه، میگم مهمتر از همه اینه که باریش نکنی که بخوای به خودت بیشتر آسیب برسونی. خیلی از ماها همین روی کرده داریم، یعنی اضافه میشه به اون دوز آسیب هایی که میتونه به همون بزنه و خودمون چند برابرش میکنیم و این خیلی موضوع عجیب غریبیه. به نظر من اصلا درست نیست. یعنی این نوع برخورد با خانواده و این پوز دادن نمیدونم سوشال مدیا زده‌ای که مثلا نه من اصلا من با بابام یه بارم حرف نزدم، من با مامانم فلان که آره میدونم واقعا میدونم خیلی از پدر مادرها لزوما پدر مادر درستی نیستن، ولی من پوینتم تویی که تو داری میپذیریش و نمیزنیش رو سر خودت و یک بار اضافه نمیکنی و بیش از حد به خودت آسیب نمیزنی، یا اینکه چرا اتفاقا همه اینها رو میریزی رو سرت و درد خودت رو چند برابر میکنی و واقعا سخته. یعنی من الان واقعا اینجوری نیستم که تو باید حتما این کارو بکنی و خیلی هم کار ساده ای، نه اتفاقا خیلی کار سختی و خیلی هم زمان میبره، واقعا زمان. شاید تو 30 سالگی، شاید نمیدونم 25 سالگی در بهترین حالت به لولی با خانوادت برسی که بتونی باهاشون کنار بیای صرفا، یعنی دو تا مکالمه عادی با هم دیگه دارید دعواتون نشه. ولی همه اینها به اون خستگی اضافه میکنه، به اون رنج اضافه میکنه، به اون ناکافی بودن اضافه نمیکنه. همه چیزایی که میخوام بگم همشون جمع میشن و در نهایت خودت علیه خودت استفاده میکنی. جلوتر بهش میپردازم. در ادامه این ماجرا ما دوست ها رو داریم، یعنی خانواده کامیونیتی انتصابیه که از وقتی به دنیا اومدی داشتیش، ولی میرسیم به دوست ها، پارتنر و بحث کامیونیتی یا خانواده‌ای که اکتسابیه و خودت انتخابشون کردی و وارد این رادارشون کردی. و خیلی جاها همچنان تو همین تایم بعد تو خیلی جاها 100% احساس تنهایی میکنی، هر چقدر هم که برای بقیه دوست بوده باشی، رفیق بوده باشی، گذشته باشی و هر کاری کرده بوده باشی، اینه که واقعا این تنهایی یه چیز اجتناب ناپذیره و تو نمیتونی هیچ وقت به مرحله برسی که دیگه من تنها نیستم یا همیشه جای تنهایی رو برای دوستت یا پارتنرت پر بکنی. و این یه چیزیه که اگه درست باهاش برخورد نکنی باری میشه که همچنان اذیتت بکنه و تو رو از پا در بیاره. یعنی ساید پارتنر اینه که الان جامعه ما خیلی جامعه ناسالمیه، یعنی اکثرمون آدم‌های به شدت آسیب دیده هستیم، به شدت ناسالمیم، خیلی از رفتارهامون اشتباهه و رفتار عادی نداریم نسبت به خیلی از موضوعات. این که مثلا الان روابط کلن شدن، نمیدونم رقابت کردن، نمیدونم بلاک کردن، نمیدونم گسلایت کردن، نمیدونم هزار تا لفظ و چیزای عجیب غریب دیگه ای که راجعش وجود داره. ولی چیزی که میتونم بگم از ساید خودم که تجربهش کردم و بهم کمک کرد خیلی تو این ساید این بود که من تلاش کردم خودم رو آدم سالمتری بکنم و این مسیرم خیلی مسیر سختیه و مثلا من شاید واقعا اینو این دفعه هم گفتم شاید الان 20% روی یا 10% یا واقعا 20% روی این مسیر دارم میرم، اما همچنان آگاهم بهش و دارم سعی میکنم بفهممش که کمتر خودم رو آدم ناسالمی داشته باشم. و پوینتش واقعا همینه که تو نمیتونی آدم ناسالمی باشی و انتظار داشته باشی که آدم‌های سالم بیان تو زندگیت و تو با اونها مثلا وارد ارتباط بشی، دوست بشی یا با هم وارد رابطه عاطفی بشید و همه چیز اوکی باشه. نه، اینجا اون جاییه که این شانس در تو رو زده ولی خب تو آدم مناسبی نبودی تو اون تایم. در نتیجه من احساس می‌کنم تایمی که تو این مسیر رو برای خودت شروع بکنی و همه چیز رو بذاری کنار، همه آدما رو بذاری کنار، اینکه بقیه چه ایراداتی دارن، بقیه چقدر بدن، بقیه چقدر بد بودن، پارتنرهات باهات چجوری رفتار کردن، چقدر آسیب دیدی، همه اینها رو بذاری کنار و سعی کنی دونه دونه اینا رو موشکافی بکنی، ببینی خودت کجاها آدم اشتباهی بودی، خودت کجاها اشتباه کردی و همه اینها رو در نظر بگیری و با خودت صادق باشی. یعنی راجع به خودت با خودت صادق باشی میتونه تا حد زیادی اون رنج عاطفی که از این سایت داره میاد رو جبران بکنی. چون ما کلا خیلی الان این دهه 70 و 80 خیلی توی اینستاگرام مثلا میبینی همه دوستات مثلا هر چی پست ناراحت کننده راجع به مثلا روابط لایک کردن. آره یعنی این چیزیه که خب اتفاق افتاده بر همون و هممون ناراحتیم طبیعتاً، اما اینکه چقدر داریم در راستش تلاش میکنیم که بتونیم درستش بکنیم و فیکسش بکنیم خیلی کمه و خیلی هم کار سختیه. یعنی همه این چیزایی که دارم میگم خیلی کار سختیه. من اینو بارها گفتم، نه روانشناسم، نه روانپزشکم، نه دیتای عجیب غریب راجع به چیزای خاص دارم. تجربیات من و احساسات خودم و به عنوان یه دوستت دارم سعی میکنم که کمکت بکنم. و نکته‌ای که وجود داره راجع به تمام چیزایی که میشنوی از من، از هزار تا آدم دیگه، از هزار تا کانال یوتیوبی دیگه، از هزار تا پیج اینستاگرامی دیگه، اینه که تو باید تاچ خودت رو ازش برداری. یعنی تو امکان داره از حرف من به یک درک دیگه‌ای برسی و اون درک درست است، نه
که عیناً چیزی که من میگم قرار برای زندگی تو هم صدق بکنه. نسخه پیچیدن راجع به زندگی آدم‌ها اشتباه ترین کاریه که میتونیم بکنیم. کلی میلیاردها آدم ما روی کره زمین داریم و به ازای هر کدوم راه و مسیر و اخلاق وجود داره و نمیشه راجع به همشون صحبت کرد، نمیشه برای همه یه نسخه پیچید و این خیلی کار اشتباهیه. در نتیجه تو سعی کن مخاطب آگاه و مخاطب عاقل باشی و اون چیزی که بهت اضافه میکنه و اون چیزی که بهت کمک میکنه رو برداری ازش. در ادامه همه اینا میرسی به خودت با تنهایی خودت، در اتاق خودت، در خیره شدن به سقف، در اون امتداد شب ناهنجاری که داره پیش میره و موزیک غمگینی که داری گوش میکنی و روح و روان تو داره به آتیش میکشه و یه غم عجیب غریبی میاد سراغت، تویی و تنهایی خودت و این بزرگه. هیچ چیزی در جهان من تا الان ندیدم که انقدر اندازه خود آدم بتونه مقابل خود آدم باشه و حال خود آدمو بد بکنه و آسیب بزنه خودش. به خاطر همین خیلی تاکید دارم تو ساید خانواده، چون اون چه که الان هستی حجم زیادیش خانواده و جامعه بوده. یعنی تمام این چیزایی که دارم میگم دوستام میشن، آدمای اطراف که باز کاراکتر تو رو میسازن. خیلی میتونی جلوی خودتو بگیری و خیلی میتونی خودت سرزنش کنی. من به شخص خودم به شدت آدم سرزنشگریم تا دلت بخواد. یعنی من بعد از این همه سال کار کردم، از 15 سالگی درسمو ول کردم، با این حال که درسم خیلی خوب بود و وارد بازار کار شدم چون پول باید در می آوردم، ولی بعد از مثلا این همه سال کار کردن همچنان حجم زیادی سرزنش دارم نسبت به خودم، نسبت به رفتارم با خانواده‌ام، نسبت به رفتارم با دوستام، نسبت به رفتارم توی کار، نسبت به چیزایی که دارم یاد میگیرم نمیگیرم، روتین زندگیم، پولی که دارم در میارم در نمیارم و چی کار دارم میکنم با زندگیم. من نسبت به همه اینا با خودم به شدت بی‌رحمم. من خیلی بی‌رحمم با خودم، ولی انقدر دیگه گفتمش، انقدر دیگه حرف زدم راجبش، تایمایی که میاد سراغم میخندم دیگه. یعنی تایمایی که دیگه این حجم فشار از ساید خودم میاد سراغم مسخرهش میکنم. یعنی اینجوریه که خب تو مثلا ویدیو گذاشتید، مثلا فلان کردید، ویو نخورد، مثلا 20 خورده سالته، هنوز مثلا به اون میزان درآمدی که باید نرسیدی، نمیدونم هنوز نتونستی فلان کار بکنی، هنوز اینجا اخلاقت گنده، هنوز انگزایتی داری، هنوز مثلا نسبت به این موضوع اینسکیور میشی، هنوز مثلا فلانی میاد سراغت و میریزه رو سرت و هزار جور آسیب میزنه بهت و هزار جور دید تو رو نسبت به دنیا بیرون بد میکنه. یعنی این اصطلاحی که میگن یه شیرینی بگیر با خودت آشتی کن رو خیلی وقت باید انجام بدیم واقعا. یعنی این خودت چی میگفتن بهش، آمیگدال اگه اشتباه نکنم، میاد سراغت و خستگی خیلی چیز عجیب غریبیه. در کل میخوام بگم خیلی حق داری نسبت به خستگی ها، واقعا خیلی حق داری. یعنی من خودم وقتی دارم این حرفا رو میزنم و این ویدیو رو میگیرم، واقعا اینه که آقا ما ده شدیم، آقا ما دهنمون سرویس شد، ما دیگه چه باید بدیم، ما دیگه چه جوری باید تلاش بکنیم که یه چیزی درست بشه، یه پولی در بیاد، نمیدونم یه 2 تا قدم رو به جلو بریم، 4 تا کار درست بکنیم، یکم زندگی کرده باشیم. اینه که خیلی حجم عجیب غریبی از این سختیاست و خودت میشی عاملی که تمام این موضوعاتی که راجع به خانواده و دوست و نمیدونم جامعه وجود داره رو میگیری و خودت میکوبی، خودتو میندازی گوشه رینگ و تا میخوری میزنی و دیم. اما در نهایت صادقانه اینه که الان من خیلی احساس بهتری میکنم و دوست دارم این تجربیات رو به اشتراک بذارم که من به این نتیجه رسیدم راجع به خیلی از رنج هام و راجع به خیلی از مشکلاتم زورم بهشون نمیرسه. من زورم به خانواده‌ام نخواهد رسید، من زورم به جامعه‌ام نخواهد رسید. یعنی یه سری کارا کردیم ما تو این تایم ولی زورت نمیرسه، زورت نخواهد رسید. یعنی یه سری چیزا هستن که واقعا از توان من و تو خارجه و ته 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 همش برمیگردی به خودت. من به این نتیجه رسیدم که خب اگر من رو خودم کار بکنم، روی ذهنیت خودم کار بکنم، روی اخلاق خودم کار بکنم، میتونم یک انسان بهتری از همین جامعه باشم که داره اذیتم میکنه. من آدم خوبی بشم، تو میتونی از هم صحبتی با من یکم آدم بهتری بشی و این مسیر رو بری و همین جوری شاید بتونیم تاثیر بیشتری بذاریم. ولی جدایی از همه اینا، اون چه که به خودت برمیگرده و اون چه که حال خودت رو میتونه خوب بکنه اینه که راجع به خیلی از این موضوعات و این رنج ها کاری از دستمون بر نمیاد و نمیتونیم درستشون بکنیم و خیلیا، یه سریا تو 27 سالگی میفهمن، یه سریا توی 30 سالگی میفهمن، یه سریا توی سنین بالاتر میفهمن این موضوع رو، ولی هر چقدر بیشتر بهش فکر بکنی، راجعش حرف بزنی، احساس میکنم زودتر
زودتر شاید به این نتیجه بتونی برسی که راجع به خیلی از رنج‌ها کاری نمیتونی بکنی. خیلیاشون اصلا سمت تو اومدن و تو نمیتونی کاری بکنی و اصلا تو ایجادشون نکردی. اما راجع به اون چه که خودت به خودت وارد میکنی، اون دوز رنجی که خودت به خودت وارد میکنی، اونا چیزایین که میتونیم کاری بکنیم براشون، اونا چیزایین که میتونیم در قبالشون اقدام‌های درستی داشته باشیم. در نتیجه باید به این موضوع آگاهی داشته باشیم و بپذیریم که واقعا 70% دنیا رنجه و 30% دیگه‌شون شادی‌ها، خاطرات خوب، لحظات خوب، همه اینا کنار همدیگه یه زندگی واقعی میسازن. زندگی واقعی توی مثلا پنت هاوس، مثلا فلان برج با لامبورگینی با مثلا یه همسر مولتی میلیاردر زندگی کردن نیست. هرچند که اگه اینجوری باشه خب باحال، اونم خیلی خفنه، اونم خیلی کی از پول بعدش میاد. پول خیلی قدرت داره. من در انتهای تمام مشکلاتم به این موضوع میرسم که پول ندارم. اما میخوام اینو بگم که اون 70% رنجه و اون 70% مشکلات که میان سمتمون و کل زندگیمون رو تشکیل میدن، اگه دیدمون نسبت بهشون این باشه که وا بدیم و ببازیم خودمون رو و ول بکنیم و رها بکنیم همه چیزا، اون 70% میشه 100%. و مثل خیلی از افرادی که دور براتون دیدید، مام بزرگت، بابا بزرگت، بابات حتی یا دوستات، در نهایت این میشه که مثلا 50 خورده سال زندگی کرد، 60 سال زندگی کرد، اما همه رو با 100% رنج زندگی کرد و تو هیچ وقت یه حال خوب از این آدم ندیدی. هرچند که میتونه حق داشته باشه، واقعا میتونه حق داشته باشه، زندگی سخت بوده و اون آدم اصلا تو شرایط خانوادگی یا شرایط ذهنی نبوده که بتونه باهاشون رو در رو بشه و بتونه ذره به خودش کمک بکنه. در نتیجه اگه میتونی به خودت کمک بکنی، اگه میتونی به اطرافیانت کمک بکنی، بزرگترین کمکت به اطرافیانت اینه که حال خودت رو خوب بکنی، با خودت کنار بیای. و این رنج ها واقعا چیزایین که کاراکتر ما رو میسازن، واقعا چیزایین که بعد از گذروندنش سرتو میگیری بالا و به گذشتهت نگاه میکنی و اینجوری که من این دوران رو گذروندم. و مثل دوران سربازی مونه، دوران سربازی که تمامش همه چیزی که به یادت میمونه خاطرات خوششن ولی تو به خودت افتخار میکنی که اون تایم رو گذروندی، اون دوره رو گذروندی. و راجع خیلی از روزهای سخت زندگیتون وقتی با پارتنرت صحبت میکنی، با دوستت صحبت میکنی، نسبت بهشون سربلندی، نسبت بهشون یه لبخندی گوشه لبت داری که من از پسشون برآمدم و من تونستم انجامشون بدم. طبیعتا قرار نیست کل 100% دنیا همش شادی و پول و نمیدونم گیم زدن و فیلم دیدن و بیرون رفتن و اشغال کردن و فلان اینا باشه. برای ما درست رو مینیمم، ولی کل زندگی هم همین نیست. اتفاقا من احساس میکنم کشورهایی مثل ما، آدمهایی مثل ما شاید بتونن زندگی رو بیشتر بفهمن. یه موضوعی وجود داره، یه استفاده از دوران خدمتم کردم و اونم این بود که تا اینکه تو میری سربازی و پادگان انقدر همه چیز محدوده، انقدر همه چیز در اختیار نیست که تو وقتی برمیگردی از آموزشی از دوش آب گرمت لذت میبری، از غذای خوب لذت میبری، از تا لنگ ظهر خوابیدن لذت میبری و همه اینا خیلی چیزای عجیب غریبیه که انقدر زندگی برات ساده میشه و واقعا زندگی انگار همینقدر ساده است. یعنی طبیعتاً تلاش کردن برای به دست آوردن ماشین، پول، نمیدونم مقام، جایگاه، همه اینا خیلی چیزای ارزشمندی و خیلی خوبه، تو رو در راه و در مسیر نگه میداره. اما همه اینا نباید باعث این بشه که ما امیدمون رو به صورت کلی نسبت به زندگی از دست بدیم. دید من نسبت به این موضوع همیشه اینه که 2 روز دنیاست، تو از کی میدونی کی قرار بمیری؟ فردا شاید زد من افتادم مردم و دیگه هیچ وقت وجود نداشتم. و خب سینا چجوری زندگی کرد؟ سینا کل این مثلا چندین سال رو توی 100% رنج زندگی کرد. نه، تونست از اون 30% هم استفاده بکنه و اون 100% رو یه 100% ارزشمند برای خودش کرد. در نتیجه به نظرم نمیارزه، واقعا نمیارزه. و من ته دیگه مکانیزم دفاعی نسبت به موضوعات اینه که میخندم اینجوری هم که دوباره اومدی شما، دوباره شروع کردی شما. و سعی میکنم که صحبت بکنم، حرف بزنم و الان اینجا دارم با شما حرف میزنم راجبش، چون این چند وقت گذشته به حدی رو من فشار بوده، دهنم شده راجب هر موضوعی و هر جور که بگید من سرپایین بودم و سرزنش کردم خودم رو. در نتیجه امیدوارم که حرفای مفیدی براتون زده باشم. توی کامنت ها تجربیات خودتون رو بگید و عضو خانواده اسکالتا بشید. اگه دوست داشتید ویدیو رو شیر بکنید، برای دوستاتون بفرستید. دید قربانی نسبت به خودتون و زندگیتون تا جایی که میتونید سعی کنید نگیرید و امید چیزیه که نباید ازش غافل بشیم. چایتون سرد نشه. تا ویدیو بعدی میبینمتون. لاور شما.